چنان روزی رساند که 100 عاقل از آن حیران بماند. کسانی که فقط روی باورهاشون کار کرده باشن میتونن این باور رو تغییر بدن و یک باور زیبا بسازن. خب ولی برای من و شمایی که داریم روی آگاهیمون کار میکنیم، داریم روی آرام شدن ذهنمون کار میکنیم و داریم روی عبور از ذهنمون کار میکنیم، تفاوتش بسیاره. یعنی وقتی شما میتونین جمله تأکیدی رو انتخاب کنین که چنان روزی رساند که 100 عاقل از آن حیران بماند، دیگه نگران نیستی. وقتی حالت بده، وقتی نگرانی، وقتی بیپولی داره فشارت میاره، تو این جمله تأکیدی رو ساختی. بچه‌ها گفتم بهتون که شما باید آرام روش کار کنید. شما وقتی که مثلا 10 میلیون پول تو حسابت هست، این جمله تأکیدی تاثیر داره تو زندگی تو. وقتی 1000 تومان هم پول توی حسابت نیست، این جمله تأکیدی